رجب علی ایبرانی. خدا با شکر امی کسی که از کلین می نولد احمق آدم است. او ساعت میخزی حولیکات رفتگی خوراکات تیار کردگی لباسکات میشوید آخه دیگه چی میفورد با می نولد امی آدم ها کلین که کلین ها گنده این چی امی کلین ها گنده نی هم خیلی کلین ها خاله خدا با شکر که امی توی کلین کرده آوردم از توی آورگی دای ما بودن می کرسی و میشینم کتگی کرده چهار طرف تماشا کرده خدا با شکر آب گرم است کلی؟ ها خاله آبی خونو کتی نشو بچن دستا دهنی السلام علیکم مادر جان. السلام علیکم اوه جانی و چه نغزک آمدی؟ کارکات خوب؟ الحمدلله خدا خدا شکر. باش خدا باش چی دارین؟ خوب هستین؟ خدا باش زنک چی خیلی خوبی؟ مادر جان میگم که کمی عمرتون صرف کردین خیتون سین سالتون رفته پیر شدین ما را کلام کردین ما را به اویا رسوندین صاحب جای کار کردین صاحب وظیفه کردین هزار بار شکر مادر جان برای بدنتون شکرانه با بودن شما بچه جان شکرانه با بودن کلی نه ها مردک شکر من به چی شکر کنم وعده داده بودید خانه خوب زندگی خوب همین است زندگی خوبتون همین است وعده کردهتون روزی دراز از سحر تا بگه کارباری خونه نام پس سه وقت افقاد کن جمعشویی 24 ساعت دستم در آب خونه من اینجا کلین شده آمدم یا خدمتگار گوش که زنک در خونه چی کم بودی های؟ چی نمیرسه؟ پشتوانی مهربان داری؟ در زمین کار نمیکنی؟ در تای آفتاب 60 گرادوس 70 گرادوس 40 گرادوس در نمیرای کار نمیکنی؟ خراب پختن لباس شستن این وظیفت های وظیفه هر یک کلین های یک کسی دیگه نمیاد کلینی همسایه نمیاد با مرا لباس پوشه یا با مادری مرا وظیفه تای چی نمیرسه در همین خونه چی کم بودی که تو ناشکری کردی سه ها چی کم بودی های بعد من خدمتگار خشتومن نیستم خدمتگار خشتومن نیستی مرام گمراه نیستم مرام بیعقل نیستم مرام بفهم نیستم میفهمی ازنکی ابله تو یک چیزا فراموش نکن یک مادر 20 سال زحمت میکشه 20 سال مهنت میکنه 20 سال جان میتکی یک کودک مرد شوه با ناموس شوه آبرومند شوه در جامعه شخصی درکاری شوه نه که بعض زنهای بیعقل بعض زنهای نافهم شما کوشش میکنین کاری میکنین گمراهش میکنین که در بین 6 ماه در بین 1 سال او مرد نامرد میکنین بیناموس میکنین ای بحری پدر مادر ای بحری یار برادرش دور میکنین نیکی چیزا در خاطر بدار که من هیچ وقت به عقل گمراه نیستم که 20 ساله زحمتی مادر ما چشم پوشم دو میتره بگیرم بگردم میفهمی خیر من گپم را گفتم یا من یا چتم گوش که من هیچ وقت ای مادرم رو نمیگردونم من کوری نمک نیستم اگر یک نولا نانم خوردگی باشم من قدری نان نمک میدونم که مادری من 20 سال مرا تربیت کرده میفهمی میگن که روزگی والدین این روزگی خداوند ای من هم نمیخوام که پروردگاری من ای من ناراضی باشه یا اینکه مادری من ای من ناراضی باشه میفهمی من زندگی من پراکنده کردنی نیستم نه که اگر ایامی زندگی تو ناشکری کنی ایامی زندگی ناراضی باشی مرحمت 4 طرفت قبله برآمده برا نه که دایم در سر جای نماز دعا که خداوند آینده که فرزندارت کرد فرزندت به مثل خودت نشوه که ترم در دم پیری بیرون ایدر میکنن میفهمی بیرون ایدرت میکنن رجب علی ایبرانی.